سوالی رو محضر اساتید بزرگوار عرض کردیم. جایگاه شناخت عمیق مبانی و معارف انقلاب اسلامی در فرایند استنباطی فقاهی حوزه‌های علمیه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حالا فارغ از الفاظ این عنوان جلسه، مبانی معارف انقلاب و همچنین اون استنباط فقاهی و اینها، یه مقداری با مسامحه جلو بریم و یک طرح خیلی کلی بکنیم که در حقیقت فکر و مدعای هر کدوم از اعضا مشخص بشه که بعداً سرخطی باشه برای پیگیری ها. حالا ما این بحث مبانی و معارف انقلاب رو با عنوان مکتب انقلاب اسلامی تلقی میکنیم. برای اینکه خیلی هم وارد مباحث نظری نشیم، عرض میکنیم که این مکتب انقلاب اسلامی که همین مبانی و معارف و این هاست، بحث توحید، نظام آرمانی ارزشی فکری و همچنین نظام عملی که یه مجموعه منسجمی رو فراهم کردن، این بحث مکتب انقلاب اسلامی رو ما کاری که انجام دادیم در این زمینه این بوده که از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی که معمولاً به صورت منظومه ازش یاد میشد و ما عنوان مکتب براش انتخاب کردیم، یک مجموعه 10 جلدی از بیانات حضرت آقا کار کردیم که البته مکتب به این معنایی که این بالا گذاشته شده نیست. اون طرحواره‌ای که در اینجا مطرح هست یک طرحواره مدرسی است. ما بیشتر عملی دنبال کردیم بحث مکتب رو، به این صورت که ما در 5 سال و 10 سال آینده از مکتب انقلاب اسلامی چه استفاده عملی بکنیم. حالا استفاده عملی میشه همون استنباط فقاهی که حالا این استنباط فقهی رو عرض میکنم باز از تعریف و اینهاش بگذاریم. همین موضوع افعال مکلفین که موضوع فقه هست، افعال مکلفین در بعد فردی و اجتماعی و حکومتی و غیره، تکلیفش چیست در این سالهایی که ما در پیش داریم با مسائل ریز و درشتی که این حرکت انقلاب اسلامی باش مواجهه. من از این بحثا میگذرم و فقط یک به اصطلاح برشی از این مکتبی که به دست آوردیم رو عرض میکنم و بعد میرم به سمت این که این چگونه میتونه حل مسئله کنه در وضعیت فعلی. حل مسئله هم یعنی پاسخی که فقه میخواد بده به مسائلی که وجود داره. به نظر ما اونطوری که ما نگاه کردیم، من طرح مسئله میکنم، بعدا استفاده کنیم از نظرات اعضا، کسانی که در اندیشه حضرت آقا به عنوان یک مجموعه مدون و منظم به عنوان معارف و اینها، به نظر ما 4 تا طرح کلی در اندیشه آقا اضلاع این مکتب رو شکل میده. اینها در 4 اثر خودش نشون داده. ما این 4 اثر آقا رو 4 تا متن پایه‌ای میدونیم برای اندیشه حضرت آقا. اگر از اعضا کسی متن دیگری رو در این وزن و عرض و طول سراغ دارن معرفی بفرمایید. یکی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن است که در حقیقت این طرح کلی تشکیل حکومت اسلامی است. خود حضرت آقا بعداً این رو اشاره کرد. یک طرح کلی دیگر بیانات 12 آذر 79 حضرت آقا است که تکرار هم شده چندین بار و به نظر ما این در حقیقت سیطره داره در همه اندیشه حضرت آقا و این رو از اون مقطعی که مطرح شده ما دیدیم این طرح کلی تحقق ادامه انقلاب اسلامی یعنی دولت جامعه تمدن. یک طرح کلی دیگری را حضرت آقا در موضوع انسان 250 ساله قبل از انقلاب مطرح کردن. این هم طرح کلی
امامان ماست برای تحقق قدرت اسلامی که در حقیقت سیره معصومین رو به عنوان یک پشتوانه تاریخی برای این مکتب میتوانیم استفاده بکنیم و خیلی هم در این زمینه ما دچار چالش هستیم و نگاهی که به سیره ائمه معصومین علیهم السلام داریم بسیار تأثیر داره. نگاهی که امروز ما در جامعه داریم اگر اختلافات رو دنبال کنیم میبینیم برمیگرده به تلقی که ما از امامان داریم و البته امامان هم تنها عرض کنم محل چالش نیستند، بلکه تمام تاریخ انبیا و بلکه تاریخ بشر در این مسئله محل بحث است. و چهارمین طرح کلی بیانیه است. بیانیه گام دومه که در حقیقت به نظر ما با یه تغییر روی کرد بر اساس نگاه به صحنه و ارزیابی صحنه و رصد صحنه در نگاه حضرت آقا پیدا شده و یه تغییر روی کردی دادن. این طرح به نظر ما طرح کلی عملیاتی تحقق همون 3 مرحله است که فرمودن مرحله دوم اون فرایند اتفاق افتاد. این بحث کلی که حالا به نظر ما این پایه باشه، این مکتب میتواند در فقه راهنمای عمل ما باشه. اون چیزی که ما در عمل خودمون، یعنی مجموعه‌ای که ما دنبال میکنیم کار رو در اونجا، یعنی بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی دنبال کردیم، ما پاسخهای خوب گرفتیم در این زمینه. یعنی ما باید، حالا توضیحاتی داره که حضرت آقا به سمت شناخت مسئله و حل مسئله بردن جوانان رو به عنوان اون عنصر پیشران انقلاب اسلامی. اون چیزی که ما مشاهده کردیم دیدیم برای مشکلات امروز، چیزایی که حالا فرمودن مثل بحث حجاب و غیره و غیره، ما دیدیم پاسخش وجود داره. و اتفاقا بنده از این فرصت استفاده میکنم، عدم آشنایی و تفاهم نخبگان، حوزویان، دانشگاهی ها با این راهنمایی ها و ارائه راهکارهایی است که این مکتب ارائه میکنه، یعنی رهبری. بنده میخوام گله کنم از جامعه نخبگانی که طرح حضرت آقا رو در مقابله با حجاب بهش توجه نکرده و در حالی که طرح روشنه. یعنی وقتی ما حضرت آقا رو به عنوان فقیه رهبر انقلاب مورد توجه قرار بدیم، جایگاهش رو میبینیم، خب ایشون راجع به حجاب صحبت کرد. نمیگم از اول به اصطلاح بیانات ایشون راجع به حجاب دنبال کنیم، مال این شرایط، برای این شرایطی که خیلی چیزا به هم ریخت، وضعیت حجاب چه وضعی است و نگاه آقا چه نگاهی است. خب این راهش مشخصه ولی ما دنبال نمی کنیم. آخرین جمله‌ام برای اینکه بالاخره این سر و ته بحث تو جمع بشه، من به بیانات 15 که 402 حضرت آقا اشاره میکنم که به نظر ما اون راهبرد اساسی برای حل بخش قابل توجهی از این مشکل بی حجابی رو حضرت آقا بحث اقناع و تبیین و تفهیم میدانن و میفرمایند این خانم های بی حجاب، اینها بسیاری از اینها عرض کنم که نمیدانن، اگر بدانن نمیکنن.